امروز درد، رنج، زحمت را که شما از جانب خود بر خواهر خود، بر مادر خود، بر زنی که در جامعه افغانی زندگی میکند میرسانیم. و والله قسم که ابو جهل چنین ستمی را در حق فرزندان خود نکرد. ابو جهل چنین ستمی در حق مسلمان نکرد. بزرگترین دشمن اسلام ابو جهل در حق عبدالله بن مسعود چنین کارروایی نکرد. امیه بن خلف در حق بلال چنین کارروایی نکرد که بزرگترین دشمن اسلام اونها بودند. فرعون که در روی زمین دعوای خدایی داشت میگفت انا ربکم الاعلی، والله قسم او تو فرعون امروز به شاگردی میگیره نسبت به کردار و افعالی که داریم. شاید نمرود از زیر دستمان و مکتبمان فارغ التحصیل شده باشد. شدادی که در روی زمین برای خود جنت و بهشت مهیا ساخت چنین ظلم را مرتکب نشد. ولیکن امروز من تو به حیث مسلمان زیر بیرق اسلام، زیر سایه قرآن، زیر رهنمونه های سنت رسول الله علیه و سلم همچنین جرم را مرتکب میشیم. چرا؟ حق خود را تلبیس. این زن چی کاره است که بیاد از من میراث بطلبد؟ یا اینکه اگر این ظلم را در حقش روا نداشتیم، 25 سال زندانیش نکردیم و از تمام لذایای زندگی محرومش نکردیم، میشانیمش، بازی میدیمش و بهانه های مختلف. چون بیچاره بیشتر هم یادآور شدم در کودکی سواد درست نیاموخت، از حق حقوق خود آگاه نشد که حق من چقدر می شود، حقوق من چقدر می شود. یک 10,000 1 لک 2 لک افغانی برش بدیم، خواهر حق صحیح شد میگه بله صحیح شد. یا از طرف یک برادر گستاخ و بیادب دیگر حساب می شود، اگر حق میراث رو میخوای بیا من برات خود دیگر ارتباطات قطع. خب تو به خدا ارتباطات قطع میکنی؟ اینجا خدا میفرماد وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والاقربون. یک حصه بهره وقتی که پدرش فوت میکند حقش میرسد، حقش از بعد برش پرداخت شود. امروز من توی حقش از پیشش میگیریم، حقش را برش نمیتیم. چرا؟ زن است. زن را به پول و پیسه چی؟ زن را به مال و دارایی چی؟ اگر اینمی زن نمی بود اسلام تو که امروز اینقدر رشد کرده رشد نمیکرد. بزرگترین حمایه‌ای که در صدر اسلام صورت گرفت از طریق یک زن بوده است. تمام سرمایه و ثروت خود را خدیجه در راه اسلام مصرف کرد. اگر سرمایه و ثروت خدیجه نمی بود اسلام امروز اینجا می بود. باز ما میتونیم حق حقوقش ازش میگیریم. نه تو حق نداری.